Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. علیکم السلام. Domla savoли мо ҳамин буд ки одаме ки кальян мекаша ё кинос мекаша ҳамин намоз хонда метавонад ё ки таҳорат бояд кунад? وقتی که مثلا ناس طهارت را نمیشکند میگویید، بعضی ها فکر میکنند که ناس حلال است. چون یک بار شما کوتاه جواب داده بودید به همین ناس. یک بالا اگر عرق نوشد یک آدمی به طهارت، او 40 درجه یا 80 درجه زده میشه، لیکن طهارتش نمیشکند. مثلا من چی مثلا از نام شریعت چی خیلی برای ترساندن مردم واهمه کنیم، هر چیزی که از باید همون گوییم. من اون چیزی که در پیش الله تعالی جواب داده میتونستگیم این است که ناس طهارت نمیشکند مگر در یک حالت. بعضی آدم ها در ماه رمضان ناس میکشتن وقتی افطار، در نمازشان با همه سرشان به زمین زدن، بیهوش شد. اما در همین حالت وقتی که بیهوش شد طهارتش میشکند. برای چی؟ برای اینکه نمیداند که دیگر از او باد برآمد یا نبرآمد. شکننده طهارت یعنی برآمدن یگان چیزی از مخرج. ناس وقتی که میکشد از مخرج چیزی نمیبراید. بعضی برادران میگفتن که آخر تا ناس نکشد به حاجت خانه نمیرد. یعنی کش میکردن قدیما وقتی که طهارت نمیشکند میگفتیم. یعنی وقتی که ما طهارت نمیشکند میگیم معنی اینه ندارد که با همون سوالی که شما دادید گفتیم نه طهارت نمیشکند، بعضی گفتن که هر دوش پدکیف ناس گاو زده است، هر دو ناسکش گفتی. نعوذ بالله. ناس حرام است برادرای عزیز. یک نواری داشتیم آیید ناس، یعنی با بعضی بسیار آدم‌ها در همین موضوع خلاف برآمدن، گفتن که ناس مکروه است و حرام نیست و وزن نگرفته. بله، لیکن بعضی متخصص های پرسیدم میگن که کلیان پستر از ناس میگه. در مسئله چی؟ در مسئله وابسته شدنش. یعنی که یک آدم از ناس وابسته هست، بی ناس نمیتوند دیگر حیاتش پیش برد. حتی یک برادر داشتیم، یک دوست از ناس توبه کرده بود، ناسکش بود، الله تعالی رحمت کند، گذشت. از ناسکشی توبه کرده بود. وقتی که از خواب میخست میگفت که خواب دیدم که در خوابم ناس کشتیم. میگفت همون لحظت های ناس دیدم، میگفت در خوابم بسیار بد زیق شدم که برای چی با من توبه شکستم. گفته وقتی که بیدار شدم خرسند شدم. میگفت یعنی که ناس مثل مواد مخدر انسان وابسته میکند. از این جهت از کلیان یعنی گناهش کلانتر است. لیکن تا جایی که میدونم طهارت نمیشکند، یعنی که طهارت نمیشکند گفتنی ما معنی ندارد که او حلال باشد. برادر عزیز دهانتون شویید. به هر حال آن چیزی که برادر گفته گذاشتن درباره کلیان چی اگر کوتاه گفته گذارید کلیان چی حکم داره؟ چون الحمدلله ما دور هستیم از این چیزها، از چخلی که شما گفته گذاشتید از ناسش و از دیگرش، حتی او کیفیت دارد یا ندارد برای ما بیگانه است. کلیان بد شدین. حتی بعضی نمازخانه در دکاناشون و در آشخانه‌هاشون کلیان میموندن. برای چی کلیان موندی؟ میگفته از مقصد کلینتا یعنی میزاجان میبیان اگر کلیان نباشد نمیخورن تمام. سبحان الله. یعنی تا به این درجه مردم رسیدین که یک دیروز یک برادر سوال داد که گناهی نردی کلان است یا کلیان. گفتم برای چی؟ میگفت مقصد کلیان کشیده روان با نردی میزده است. در یک مقاله عربه ها به خاطر اومد که حشفن و سوء اکیله، یعنی بعضی آدم ها خرمای کرم زدگی میفروختین و خرمایی که کرم خوردگی است با استرازی هم میزدی. اعوذ بالله. هم خرمای بی صفت هم با استرازو دزدی میکردن در وقتی فروختن. حالا آنکه درباره ترازو در قرآن آیات ها نازل شده است. اینا هم نردی میزدین هم کلیان میکشیدن، با هم یک موسیقی در بالاشان ماندگی، با هم در اطرافشان زنهای برهنه. نعوذ بالله. برادرها، یعنی وقتی که ما شما رو نهی منکر میکنیم، این گناه ها رو آگاه میکنیم، بله ما وظیفه خودمون رو اجرا میکنیم. غیر از این
وقتی که شما همینه ترک کنید به فایده خودتون، اگر ترک نکنید بر ضرر خودتون. و شریعت الله تعالی به ترک شما حاجت نداره. اگر شما 24 ساعت مواد مخدر با تمام انواعش خوردن به الله تعالی یه ذره ضرر نمیرسه. شما اگر یه آدم صالح شوید به الله تعالی یه ذره فایده نیست. برای همین من عمل صالحا فلنفسه، کسی عمل صالح کنه بر فایده خودش است. و من اساء فعلیه، کسی گناه کنه بر ضرر نفس خودش است. برادرای عزیز، آخر همین کارها برای شما عقلا هم نقلا هم گیرید ضرر دارد. اگر شریعت الله تعالی نگودم آدمی با عقل نمیکند این کارا. هیچ خیلی که گفتیم حسن بصری گفتن که اگر عقل در بازار میشد مردم پولای زیاد داده و میخریدن. عجب از اون آدمایی که عقل ویران کننده به پول میخرن. اون حضرت ابوبکر صدیق در زمان جاهلیت، در زمانی که دین مقدس اسلام نبود، یگان مراتب عرق ننوشیدن. آدمی که عرق می نوشد و مست میشد در بین مردم مسخره دیگرها میشد. یا آدمی با آبرو، یا آدمی با عقل یک کارایی میکند که همه بخنده میکنند، قدر و قیمت و منزلت انسان پس میکنند. دین نباشدم آدمهایی با عقل نمی نوشتند. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم حال دین مقدس اسلام نآمده 40 سال حیاتشان پیش از اسلامیشان هم یگان مراتب عرق ننوشیدند. صلوات الله و سلام علیه. بنابراین آدمی با عقل این کارهای نمی کند.